سرخط خبرها: حمله جدید اسرائیل به جنوب لبنان. دولت نتانیاهو در این هفته از طریق یک کشور سوم به ایران پیام داد. پاسخ ایران به اسرائیل انفجاری خواهد بود. و پیام سفارت ایران در لبنان در واکنش به شهر موشکی عماد 4. بینندگان عزیز، سلام و وقتتون بخیر. به این سرویس خبری خیلی خوش اومدید. همکنون مشروع خبرها. خبرگزاری تصنیم نوشت که ارتش اسرائیل مدعی شد که انبار مهمات حزب الله رو در عنبتیه لبنان هدف قرار داده که مشخص شد این ادعا درست نبوده و یک خانواده 12 نفره سوری هدف این حمله بوده است. رسانه‌های لبنان صبح امروز شنبه گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیل بامداد امروز با پرواز بر فراز لبنان اقدام به شلیک چند موشک به ساختمانی در منطقه عنبتیه در جنوب این کشور کردند. بر اساس این گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در وادی الکفور در عنبتیه واقع در جنوب لبنان 9 نفر شهید و 4 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌های اولیه حاکی است که یک خانواده 12 نفره در این حمله هدف قرار گرفته که نیروهای امدادی تلاش کردند پیکر شهدا و مجروحان این حمله را از زیر آوار خارج کنند. ارتش اسرائیل بعد از این کشتار مدعی شد که مخازن سلاح و انبار مهمات حزب الله را در این منطقه هدف قرار داده است. با این حال منابع لبنان گفتند خانواده مذکور از اتباع سوریه بودند. دولت نتانیاهو در این هفته از طریق یک کشور سوم به ایران پیام داد. به نقل از کیهان، وبسایت رادیوی فردا این ارزیابی رو به نقل از محافل صهیونیستی منتشر کرد و نوشت که شبکه 13 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع خود خبر داد که با وجود برگزاری نشست مقامات ارشد اسرائیل، آمریکا، مصر و قطر در دوحه برای بررسی آتش‌بس در جنگ غزه، اسرائیل همچنان ارزیابی می‌کند که حملات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به سوی اسرائیل قریب الوقوع است. به گزارش شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، مقامات تل‌آویو بعد از برگزاری نشست دیگری از کابینه امنیتی خود در ستاد وزارت دفاع در تل‌آویو که شامگاه پنجشنبه 25 مرداد برگزار شد، کماکان ارزیابی می‌کند که گروه حزب الله و جمهوری اسلامی قصد خود برای حمله وعده داده شده علیه اسرائیل را فراموش نکرده و این حملات قریب الوقوع میباشد. پیشتر یک مقام کاخ سفید هم اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی از گرفتن انتقام اسماعیل هنیه منصرف نشده است. به گفته آلون بن دوید، گزارشگر نظامی این شبکه، ارزیابی اسرائیل اینه که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله منتظر حمله از سوی ایران به اسرائیل نخواهد شد و در قصد خود برای عملی کردن حمله به اسرائیل مصمم می باشد. به گفته این شبکه، مقامات آمریکایی به حزب الله پیام دادند که دست به عملی نزند که مذاکرات جاری در دوحه را به مخاطره روبرو کند. اما حزب الله ویدیویی منتشر کرد که اعضای این سازمان را در حال انتقال موشک‌هایی از تونل‌های زیرزمینی نشون می‌دهد. حزب الله در این ویدیو تأسیسات تونلی و زیرزمینی خود را با عنوان عماد 4 معرفی می‌کند که شبیه آشیانه‌های بزرگ تونلی موشک‌های ایران میباشد که در گذشته مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران در آن دیده شده‌اند. تونل‌های حزب الله در این ویدیو از عمق و ارتفاعی برخوردارند که کامیون‌های متعدد به صورت پیاپی و به سهولت در آن عبور می‌کنند. در ویدیو همچنین سکوهای پرتاب موشکی که از دل زمین بیرون می‌آیند نشون داده می‌شود. در گزارش شبکه 13 اسرائیل آمده که نیروی هوایی اسرائیل روزهای جمعه و شنبه نیز که آخر هفته در اسرائیل می باشد
در آماده باش باقی خواهد ماند. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع خود اعلام کرد که دولت بنیامین نتانیاهو در این هفته از طریق یک کشور سوم به جمهوری اسلامی ایران پیام داده که هر اقدام تهران با پاسخ شدید و دردناک اسرائیل روبرو خواهد شد. اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز همزمان با آغاز نشست آتش‌بس در غزه در دوحه گفت که ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا مؤید آن است که ایران کماکان قصد حمله به اسرائیل را دارد. پاسخ ایران به اسرائیل انفجاری خواهد بود. به گزارش همشهری آنلاین اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که گاهی در خلال جنگ و درگیری‌ها وضعیت به سمت برقراری مذاکرات و یا حتی بیش از آن به سوی می رود که باید بنا به ضرورت و در نظر داشتن نفع و مصلحت کشور و جامعه عقب نشینی کرد. این نوع عقب نشینی تاکتیکی و صحیح است، اما از آن سو گاهی در وضعیتی هستیم که دشمن و طرف مقابل ما سعی دارد با القای ترس و وحشت در دل جامعه و مسئولین طوری وانمود کند که باید عقب نشینی کرد و از ادامه مبارزه و تقابل دست کشید. این دو با هم متفاوت بوده و یکی نیستند. و پیام سفارت ایران در لبنان در واکنش به شهر موشکی عماد 4. به نقل از خبرگزاری مهر، سفارت ایران در لبنان با انتشار پیامی در واکنش به رونمایی حزب الله لبنان از پایگاه موشکی زیرزمینی عماد 4 نوشت که در زبان فارسی به تأسیسات موشکی واقع در زیر زمین و درون صخره‌ها و کوه‌ها شهرهای موشکی میگوییم. این پیام میگوید که این شهرهای موشکی در سراسر جغرافیای ایران عزیز حضور دارند و رعب و وحشت رو در دل دشمنان ایران میپاشند. ما میتوانیم در صورت لزوم از هر نقطه‌ای در جمهوری اسلامی به دشمن حمله کنیم. ساعتی پیش حزب الله لبنان با انتشار ویدیویی از پایگاه موشکی زیرزمینی عماد 4 رونمایی کرد. حزب الله لبنان در رونمایی از پایگاه سری خود اعلام کرد که یکی از پیام‌های عماد 4 نشون دادن میزان محرمانه بودن بسیار عالی در مورد مکان قابلیت‌های موشکی حزب الله میباشد. خیلی سپاسگزاریم که تا آخر این سرویس خبری ما رو همراهی کردید.